سلام دوستان، وقت بخیر. آخر هفته خوبی داشته باشید، یا بهتر بگیم اول هفته خوبی داشته باشید، چون طبق قوانین ما اول هفته است، ولی طبق قوانین بین المللی آخر هفته است. ولی ما طبق قانون خودمون میریم و امیدوارم روزای خوبی رو سپری کنید. امروز خواستیم برای شما یک ویدیو از تحلیل BTC USDT or بیت کوین براتون بذاریم. دوستان، همونطور که دارید مشاهده میکنید تایم فریم هفتگی بیت کوین بعد از گرفتن این سقف قبلی خودش، یعنی تاریخی قبلی خودش 122,000، که ریزش جدید رو آغاز کرد در قالب اصلاح. البته چرا میشه گفت رویه مارکت بایاس مارکت لانگه، ولی مارکت دنبال نواحی هست که نقدینگی داره. این مارکت دنبال جاییه که اصلاح خودش رو کامل کنه. ما یک ناحیه نیز اینجا داریم به اسم سل ساید لیکویدیتی که احتمال زیاد این نواحی رو تاچ کنه و حتی این FVG که شما دارید مشاهده میکنید رو بیاد پر کنه و خودش رو به اونجاها برسونه. دوستان، بیت کوین نسبت به هفته گذشته، یعنی خودش رو به کف هفته گذشته رسونده و دوباره یک نزول جدید آغاز کرده. اگر در دیلی بیایم این رو بررسی کنیم به این صورته، یعنی ما سقف هفته گذشته و کف هفته گذشته رو داریم. مارکت سعی بر تاچ کردن کف هفته گذشته داشته و یک سویپ اوت انجام داده و رفته بالا، پریمیوم گرفته، یعنی سقف روز جمعه رو گرفته، از اونجا یک ریزش رو آغاز کرد. حالا اگر ما بیایم این سوینگ دیلی در پریمیوم هفته قبل رو بررسی کنیم، براتون بیارم رو صفحه. اگر ما بیایم این سوینگ رو بررسی کنیم در تایم فریم یک ساعته، خب ما اینجا یک تأخیر در ساختار مارکت میبینیم که بسیار شارپ بوده. خب اینجا شما یک سقف هم میبینید که بهش میگن بای سایت لیکویدیتی، یعنی به نظر من استاپ های خیلی بزرگی اینجا خوابیده، پول خیلی خوبی توشه. مسیر بیت کوین به این صورت خواهد بود. اینو براتون میذارم تا آخر هفته میتونید برید و مشاهده کنید و این نزول به نظر من ادامه خواهد داشت. مارکت یک SSL یا سل ساید لیکویدیتی گرفته و سعی بر رسیدن به این بالا داره، گرفتن این بای ساید، این اوردر بلاک و این فیر ویلیو گپی که ایجاد کرده خودش. خب پس اسکالپر یا تریدر هایی که کسایی که کوتاه ترید میکنن، این میتونه یک لانگ داشته باشه تا اینجا، ولی در کل کسایی که تریدر های سوینگی دارن، به دید سوینگ به مارکت نگاه میکنن، خب اینا بیشتر رو نزول مارکت بیان حساب باز کنن. مثلا خود من، طبق استراتژی خود من، پلن خود من منتظر میمونم مارکت نواحی مثل اینجا رو تاچ کنه و یک تاییدیه طبق پلن خودم بهم بده و من با ریزش ها همراه بشم، مثلا حداقلش تا این کف، و این برای یک ترید پول بسیار بزرگیه. مثلا حداقلش تا اینجا 2.83% ریزشه و این رو مثلا با لیوریج
مثلا شما بیا 20 بگیری پول خوبیه. هر کس طبق مدیریت سرمایه خودش مثلا ریسک میکنه، این میتونه پول خوبی باشه و استاپ پشت اینجا، یعنی پشت این کندل FVG دار قرار میگیره و مارکت به سمت پایین حرکت میکنه. خب نظر من رو بیت کوین این بود، گفتم برای شما به اشتراک بذارم، دوباره از اول بررسی کنیم که یک جنبندی داشته باشید دوستان شما رفقا و بفهمید قضیه از چه قراره. خب اگر بریم تایم فریم هفتگی رو بررسی کنیم، خب دید بلند مدت ریزش به سمت نقدینگی این کف، ریزش به سمت فر ولیو گپ که پایین تر از این کف داره و درسته بر یعنی بایاس مارکت طبق تایم فریم های دیلی و ویکلی که اصلی ترین تایم فریم های تعیین بایاس و نزول مارکت هستند، اینا دارن میگه ما میریزیم، ما میریم به سمت پایین. خب و طبق جزئیات بیشتر، یعنی طبق جزئیاتی که مثلا میشه باهاش ترید کرد، اینا رو مثلا بشکافی از دیلی بیای به سمت یک ساعته، اینجا سقف هفته بود ویکای و اینجا کف هفته است که یک سویپ اوت اینجا انجام داده، نقدینگی روز پنجشنبه رو گرفته و یک MSS اینجا انجام داده، سوینگ خودش رو با این شارپ ریزش کامل کرده، نقدینگی کف روز جمعه رو گرفته و سعی بر رسیدن به سمت بالا داره. خب من که به عنوان تریدر با دید بلند مدت، یعنی با دیدی که تایم فریم های دیلی و ویکلی به من میدن، ترید میکنم، صبر میکنم تا مارکت خودش رو به این فر ولیو گپ یک ساعته، ببینید این دو تا خطی که ما کشیدیم FVG های یک ساعته هستن و این کادر و مستطیلی که ما روی این ناحیه کشیدیم یک فر ولیو گپ 4 ساعت است و مارکت رو اگر نگاه کنیم طبق آرایی های PD، یعنی اینجا اوج پریمیومه نسبت به هفته قبل. خب دقت کنید، نسبت به هفته قبل اینجا اوج پریمیومه. در اوج پریمیوم ما MSS داشتیم، خب سبکی ISMM، مثلا من خودم اسم سبکی خودم رو که یک استخراج از دل ICT 2022 بوده، اسمشو گذاشتم ISMM، یعنی ICT Sniper Master MSS. یعنی چی؟ یعنی ICT کاری که کارش یعنی استاد MSS هاست، یعنی با MSS های مارکت میفهمه چی کار داره میکنه و نقطه زنی میکنه به صورت یک سنایپر. خب این روشه. من گفتم که یک سرنخی داشته باشید که سبک کار من چیه در این کانال و در این مارکت. خب من به عنوان تریدر اینجا دنبال سلم، نه اینکه اینجا دنبال لانگم. چرا اینجا دنبال لانگ نیستم؟ اولا ما طبق هفته گذشته آرای های PD در یک ناحیه پریمیوم هستیم، مثلا اینجا منطقی بود دیگه بخریم چون دیسکانت بود، الان در پریمیومیم. اگه برم بیام در پریمیوم سیل کنم، مثلا اینجا قانونا باید دنبال سیل باشم، ولی مارکت داره من میگه آقا ما نقدینگی ها داریم پیش روی خودمون، اوردر بلاک ها داریم و یک فیر ولیو گپ داریم و مارکت داره به اون سمت سوق پیدا میکنه. خب مثلا من یک مورد از پلن من هست، اگر بخوام مثلا الان به شما بگم که میتونه یک نقطه خوبی باشه، شما باید در ناحیه های پریمیوم و دیسکانت دنبال یک سوینگ یک ساعته باشید که بسیار کامل باشه، حتی 4 ساعت. مثلا ما اینجا یک سوینگ یک ساعته داریم. خب سوینگ های یک ساعته در پریمیوم مارکت در نواحی مثلا 60% آرایی های پیری قرار داشته باشن، باید یک MSS خوب در 15 دقیقه با تایید داشته باشیم. حالا بیایم بررسی کنیم. میبینید ما اینجا هیچ نشونی از MSS نداریم در این سوینگ. پس پلن من داره میگه خب چیزی که شما تو میخوای اینجا نیست. خب پس من دنبال ترید نیستم، من صبر میکنم مارکت بیاد بالا در نواحی پریمیوم شدید. فر ولیو گپ 15 دقیقه رو دارید مشاهده میکنید، بسیار خوشگل. خب در اینجا من منتظر میمونم
مارکتی که از اوردرهای بزرگ، که از اوردرهای مارکت میکرانه خودش رو بگیره، دریافت بکنه، یک تأخیر به من نشون بده و من میتونم به صورت یک ترید بلند، حالا اگر شما صبورید و میتونید یک روز 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت یک ترید صبر کنید، پول بسیار خوبی میگیرید. ولی این ترید ها باید در جاهای خاص خودش گرفته بشن. خب نه اینکه شما بیاید یک ترید باز کنید که معلوم نیست این ترید رو اکولیبریوم گرفتید، در دیسکانت شورت گرفتید یا در پریمیوم مثلا اومدین لانگ گرفتید، بعد این منتظر میمونید این 3-4 ساعت بره بالا یا 3-4 ساعت بریزه، در حالی که اصلا از این خبران نیست. باید در جای خاص خودش گرفته بشه، اون جای خاص خودش رو پیدا کنید. بعد اگر یک آدم صبوری هستید چند ساعتی صبر کنید، یک روز صبر کنید، میبینید بله این داره کار خودش رو انجام میده، دیگه لازم نیست شما خودتو به این در اون در بزنید. پس اون جای من دنبال اون جای خاصه هستم همیشه و در اون جای خاص خودش رو مثلا من میام ترید میکنم و اینجا اون جای خاص خودش هست. 112800 اگه من بیام ترید کنم در این ناحیه من سعی میکنم ترید انجام بدم. پس امیدوارم نکات خیلی مفیدی براتون باشه، ازش استفاده کنید و امیدوارم بهتر و بیشتر بتونیم با هم همکاری کنیم و هم ما از نظرات شما، از کامنت شما لذت ببریم و استفاده کنیم و هم شما از نکاتی که ما در ویدیو براتون میگیم نهایت استفاده و نهایت انرژی مثبت برای یک مسیر پیشرفت و رسیدن به اون قله رو دریافت کنید. بسیار ممنونم از شما که تا اینجا با ما همراه بودید و همه شما رو تا ویدیو بعدی به خود منان میسپارم. شاید شب تونستیم برای شما یک ویدیو از فارکس، یورو و شاخص دلار بذاریم. خدا نگهدار. سلام دوستان،